تاکید پاکستان به اخراج مهاجران غیر قانونی. فیلیپو گراندی میگوید روند اخراج اجباری شهروندان افغان تعلیق شده، اما ممتاز زهرا بلوچ میگوید تعلیق در کار نیست. مهاجران افغان در پاکستان با چه چالش‌هایی به همراه است؟ آیا پاکستان با مهاجران افغان به اساس قوانین بین المللی مهاجرت برخورد می‌کند؟ مهاجران افغان در پاکستان میگویند حتی کسانی که اسناد قانونی مهاجرت دارند از سوی پلیس بازداشت می‌شوند. پرسش مهمتر، چرا این چالش هنوز حل نشده باقی مانده؟ در برنامه امروز به بحث میگیریم. سلام، به افغانستان 1400 از یک خوش آمدید. من نجیب الله دقیق هستم. مهمانانم در برنامه امشب آقایان هر یک، سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی را اینجا در استودیو با خود داریم و آقای ظاهر بهاند خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد را از روی خط تصویر از همین شهر با خود داریم که هر دو مهمان برنامه را بسیار خوش آمدید میگم و بحث امشب را با آقای بهاند آغاز میکنیم. آقای بهاند سلام بر شما، سپاسگزار حضورتان به برنامه. در نخست مهاجران افغان در پاکستان با چه چالش‌هایی به همراه هستند؟ زنده و سلامت باشین. در نخست سلام به شما، به همکاران تکنیکی شما و همچنین به بینندگان ارجمند تلویزیون بیا. بسیار تشکر. در جواب سوال شما باید گفت که در 3 سال گذشته بعد سقوط جمهوریت وضعیت در پاکستان حد اندازه باز هم تاکید میکنم که وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان خاصتا در اسلام آباد در پاکستان کراچی حد اندازه در نگاه امروزه از سوی پاکستان پناهجویان آزار اذیت شد و در حد بسیار اصلاح بسیار به حد اندازه ظلم میکنن و حتی مهاجرین افغان از طرف شب خواب از طرف روز در جاده‌ها که انتهای زیاد شده و مهاجرین آزار اذیت. توجیه پلیس پاکستان برای از اینکه مهاجران افغان در واقع بازپرس میکنه ازشان، حتی ما گزارش داریم که در واقع کسانی که حتی اسناد رسمی مهاجرت دارن اونا را هم استاد میکنه و از اونا بازپرس میکنن. توجیه پلیس چی بوده؟ به شما معلوم است که پاکستان بسیاری سیاست دوگانه را به طور ممنوع بده. در سالان اخیر شما هستید که پاکستان اون فرصت با افغانستان با اون داشته که سیاست دوگانه گفتیم که درست است که کسانی که از خارجی هم دست دارند یا هم بسیار بسیار تشکر. برمیگردیم به شما. آقای سادات سلام بر شما، سپاسگزار از این که فرصت گذاشتین. فکر میکنین که چرا از دیر زمان است که در واقع پاکستان با مهاجران افغان برخورد آنچنانی که باید نمیکنه؟ درود و سلام حضور شما، بیننده های تلویزیون شما، همکاران تکنیک و همکار برادر محترم ما که گزارش از پاکستان داد. البته مشکلات مهاجرین از دیر زمان است متاسفانه که برای افغانستان یک درد سر بزرگ شده و متاسفانه باید بگم که برای جهان هم یک درد سر بزرگ است مهاجرت در مجموع و در منطقه بزرگترین مهاجرین مردم افغانستان داشته و دارد. خب ما میفهمیم که پاکستان خودش یک کشور است که تقریبا شاید به شکل پراگنده باشه نه دسته جمعی، ولی احتمالا 10% مردم پاکستان هم یا 20% در کشورهای دیگه مهاجر است. مثلا در امارات متحده یا کار میکنن، در کویت یا کار میکنن، در قطر یا کار میکنن، در سعودی کارهای خشرکاری رو پاکستانی ها میکنن، در کشورهای اروپایی، خلاصه در تمام دنیا هم باعث کارگر
رفتن، اما شرایط دولت برشان مساعد ساخته که اینا برن بر اصطلاح بر فامیل خود نفقه بکنن و بر دولت مالیه بدن. درست. اما متاسفانه قضیه افغانستان یک قضیه تحمیلی بوده. جنگ افغانستان جنگ تحمیلی که در ابتدا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد که مهاجرین افغانستان از نهایت مجبوریت به پاکستان پناه بردن، یعنی از جنگ فرار کردند. کسایی که در پاکستان رفتن، پاکستان نه قوانین بین المللی را در نظر داشت و نه حس بشر دوستی را، یک ناگزیری بود و پاکستان هم از ترس از این که از مردم افغانستان دیوار محافظتی ساخت، از مجاهدین و از مهاجرین هم وسیله برای تمویل حکومتش ساخت که از منابع بین المللی در جنگ افغانستان به احتمال قوی در 14 سال که جنگ بود با شوروی حدوداً 12 یا تقریبا 13 میلیارد دلار در اون زمان مصرف صورت گرفت. یعنی اگر ما حساب بکنیم 1 میلیارد یا 2 میلیارد از او شاید در جنگ مصرف شده باشد با وسایل و سلاح، متوقع زور تمام زور پاکستانی ها جذب کردن، مواد کهنه فرسوده خود تمام ذخایر خود تخلیه کردن، جدیدا ساختن، وسایل و امکانات سلاح و مهمات خود جدید ساختن، کارخانه های خود جدید ساختن. اون کمپانی هایی که در پاکستان کار میکنه، کمپانی نو، کمپانی سیزو دوباره احیا شد، یعنی استفاده بسیار زیاد کردن. امروز که متاسفانه باز بگم با دولت‌های ما اونمو ظرفیت و درایت نداشت که ناخون اوگار دیگه بسته میکردن. این مهاجرین کسی که علاقه داشت به افغانستان بیایه دروازه افغانستان برویش باز میکرد. در 34 ولایت افغانستان شهرکای مهاجرین مساعد میساختن، از کودکستان شروع تا مکتب تا مثلا کلینیک شفاخانه ساخته میشد که حتما روی مسئولیت ها و سیاست دولت با پاکستان میپردازیم، ولی در مورد از این که همواره مهاجران افغان را در واقع دستگیر میکنه پلیس و ما گزارش دیشب داشتیم که حتی کسانی که اسناد رسمی مهاجرت دارند از سوی پلیس دستگیر میشن. آیا فکر میکنید که دلیل دستگیری مهاجران افغان در پاکستان یک ناآگاهی مطلق از همون برخورد قوانین بین المللی با مهاجرت است یا نه سیاست کلان پاکستان چی است؟ نه خیر، این یک فشار سیاسی و فشار بین المللی است تا مردم افغانستان سر و صدا بکنن، تظاهرات بکنن، احتجاج بکنن، در رسانه ها برآیند، کتاب جامعه جهانی باز توجه بکنن و از این ناخون اوگار مردم افغانستان مثل پاکستان شیرچوش وره. طفلی که گرسنه میشد باز میره و اصطلاح ناله کند، شکوه کند که بیا، اگر نه پاکستان از قوانین بین المللی خبر ندارد، کاملا خبر دارد، کانوانسیون ها و تعهدات دارد پاکستان، ولی پاکستان یک حکومت نه بلکه یک مؤسسه است. زمانی که پروپوزال جور شد، بازی تطبیق از پروپوزال برای دونر پیشنهاد میکند با شکل شیوه قانونی، نه با شکل شیوه غیر قانونی میره و اصطلاح تقاضا میکند که خب ما مهاجرین نمیکشیم، روزانه 20,000 15,000 10,000 ما باید خود از اینمی حالت دیگه بکشیم. باید فکر بکنیم که لازم نیست. افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، پاکستان 220 میلیون جمعیت داره. پاکستان نان خود پیدا میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان شرایط برای زندگی مساعد میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان نام حکومت اسلامی، مراکز اسلامی ساخته میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان شفاخانه به اصطلاح کلان و بین المللی ساخته میتونه، ما نمیتونیم. ما همه چیز میتونیم، ولی متاسفانه تا حال ما برای بقای افغانستان و نجات مردم و خیر مردم، فلاح مردم کار نکردیم. ما باید در کابل، در مزار، در هرات، در قندار، در جلال آباد، در خوست شفاخانه‌های معیاری داشته باشیم که دیگر لازم نباشه که ما به خاطر یک تداوی، یک تست چی است، صرفه و یک اساسیت هم ما نیازمند شیم به پاکستان بریم. خب دنیا حال دنیای طبابت هم اگه از دنیای تکنولوژی است، برو 4 تا ماشین بخر، بیار در افغانستان نصب کو،
5 سال زحمت داره. امی دکتر موتو اگر شرایط برش مساعد شود ده ها صدها ازی در اروپا و امریکا باعث دکتر و به اصطلاح همکار و جراح کار میکنه با پول مصرف خود از این حالت زلالت باید ما بکشیم. لازم نیست که ناخن افگار ما را ایرانیا و پاکستانیا بگیره هر لحظه ما را فشار بده. این خلاف اخلاق بین المللی است، خلاف کنوانسیون و تعهدات بین المللی است، خلاف اصول اسلام و همسایگی. بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم آقای سادات. ممنون. ادامه برنامه پس از میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه است. آقای بهان، شما اصلی ترین چالشی که در واقع تا هنوز یک پل مناسب میان مهاجران افغان در پاکستان، در شهرهای مختلف پاکستان، در اسلام آباد، پشاور، شهرهای مختلف دیگر پاکستان تا هنوز شکل نگرفته و هنوز که هنوز است، مهاجران افغان با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند. اون اصلی ترین دلیل کدام است؟ ببینید دلیل اصلی ای است که من پیشتر کنم که پاکستان همواره با افغانستان سیاست جمهوری را پیش برده و هم این بحال را میکنه. فقط پاکستان میتونه که در صدد به اهداف خود است. اهدافش است که نخواست از امارت اسلامی افغانستان خواستاری است که در ترتیب ساختن TTP همراهشون کمک بکنه. مشکل دیگه ای است آنشون کوشش کرد همین خطایی را که خودش بانجویی است. من باید شما صحبت بکنم کنیم که در زندانهای پاکستان با چی در این در کباچی تدارکات برکنها و صدقات از مجان افغان و با کسی که اسناد زندان شب روز خود سپری میکنه که خود یک جامعه بزرگ است که در درست. تشکر. آقای بهان، نهادهایی که برای حمایت از مهاجران افغان و همونطور مهاجران کشورهای دیگر در پاکستان فعالیت دارند، اون نهادها تا چه حد میتونه بالای پاکستان و بالای نهادهایی که مسئول هستند فشار وارد بکنه تا در واقع دیگر این مزاحمت هایی که شما گفتین کمتر شود در قبال مهاجران افغان؟ یک را شما بس صراحتاً میگم که پاکستان کشوری است که اسم گوش شنوا نداره. برای از اینا بی‌فایده است. در هر چقدر جامعه جهانی داد زد در بسیار اصلا این توجه نکرد و فقط در حالت این است که به اهداف خود برای اینا فرق نمیکنه که کی چی بکنه کی برای چیزی گفت. درست. خدا که وضعیت تا حد خراب است که مهاجران افغان به درستی بعد در نماز شام کسی گذار کرده نمیتونن. چرا که ویزاهای تمامی از اینا بعد از سقوط جمهوریت که اینا باختن تقریبا ویزاهای تمامی از اینا خاتمه پیدا کرده و ختم شده و اینا بدون اسناد هستند، بدون مدرک هستند. و چالش‌های مهاجران افغان هستند، مثلا نبود ویزا، عدم تولید نبود مکاتب برای پرشان. باز که مثلا شاکی در برابر مهاجران افغان کرده، باز مصرف پاکستان مهاجران افغان آزارمزد میشن، به زندان انداخته میشن، حتی مسائل میشن در دروازه‌هاشون میده میشه. چرا مثلا کنید که یکی از اتباع کشورهای خارجی در یک کشور اگر به اسم آزارمزد بکنن چی که میکنید با مهاجر متفق یا نماینده یا سفیر از اون کشور اقرار میکنن بعد بسیار تشکر. آقای بهان، با توجه به همین در واقع چالش‌هایی که شما یاد کردین، بسیار تشکر.
بسیار تشکر آقای بهان. همین چالش هایی را که شما یاد کردین، فکر میکنین اهرم های فشاری که نهادهای مختلف برای حمایت از پناه مهاجران افغان در پاکستان میتونه فشار وارد بکنه بالای حکومت، اون کدام هاست؟ بخصوص کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای در امور پناهندگان، این نهاد تا چه حد میتونه اهرم فشار وارد بکنه بالای حکومت پاکستان تا تغییر در وضعیت را ما شاهد باشیم؟ ببینیم اینا اگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد است، اگر وزارت امور داخلی پاکستان است، اگر حکومت است، اینطور باید سوء تفاهم نداره. شما خودتون در خبرتان گنجاییده شده بود که فیلیپو گراندی 3 روز یک سفر داشتن، اما اونا در رسانه‌ها حتی یاد شد که به تعویق گفتید این عملیات کشفیز باید قرار یاد شد. ببینید سوء تفاهم وجود داره، اینا در بین خود تفاهم ندارن. کمیشنری سازمان ملل متحد یک چیز میگه، پلیس پاکستان دیگه میگه، وزارت خارجه میگه. این خود کنش بزرگ است. تا زمانی که پاکستان در اراده خود، عزم خود قوی نباشه و صادقانه عمل کنه، مادر در پاکستان چنین مشکل وجود خواهد داشت. بسیار تشکر. بسیار سپاسگزار هستیم. سادات صاحب، فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر 3 روزه‌ای که به پاکستان داشت با مقام‌های مختلف پاکستان صحبت کرد و گفت که بحث اخراج مهاجران افغان از پاکستان به تعلیق در آورده شده. ولی شب گذشته خانم زهرا بلوچ، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که تعلیقی در کار نیست. فکر میکنین که آیا اهرم فشار دیگر نمیتونه برگردانه تصمیم های پاکستان را در قبال مهاجران افغان؟ خب وقتی که به نماینده سازمان ملل متحد صحبت میکنن که بر ما چنین و چنان قدر امکانات بدن و تا ما بتونیم مهاجرین ایجاد، در حالی که برای مهاجرین یک دانه کلینیک مفتم نیست در پاکستان، یک مکتب مفتم نیست، یک جایی نیست که مثلا خدمات برای مهاجرین واقعا مهاجرین مثل سابق وار کم میداشت. خب مهاجرین به شکل پراگنده است، خصوصا در مناطق قبایلی یا صوبه سرحد یا بلوچستان که خودشان کار میکنن، خودشان از توانایی خود نان میخورن. یعنی چی خدمات را پاکستان برای ما مهاجرین افغان اونجا ارائه میکنه که از سازمان ملل متحد یا نهاد میلیاردها دلار تقاضا میکنه که برای ما بده. وقتی اونا میگن که خب اگر شما برای ما یک کمپ از مهاجرین نشان بدن که در اوجا مکتب، شفاخانه، پوهنتون و سایر نهادهای باشه که ما او را تمویل بکنیم، پاکستان از او گپ عاجز میماند. یعنی میگه ما برای چی برای تو پول بده؟ در اون زمانی که اینا با اصطلاح توافق نمیکنن، زهرا بلوچ یا هر کسی که هست میگه که خواهی مثل خلاف قوانین بین المللی و اخلاقی، میگه خب بحث تعلیق هم هیچ بحث قابل بحث نیست. خب این معنای از این گپ همین معنا رو میده که وقتی که فیلیپو گراندی میآید میگه برشانه که نکنن، یعنی شرایط در افغانستان مساعد نیست، افغانستان با ثبات دائمی نرسیده، اقتصادش مشکل داره، شرایطی بوده باش. ما 10 بار همی صحبت کردیم، ما سازمان ملل متحد تقاضا کردیم، تقاضا میکنیم، باز تکرار میکنیم که مؤسساتی که در افغانستان در بخش ماینپاکی کار میکنه اینا بودجه ندارن، یا را تمویل بکنن، تیمای از یا را قوی بسازن، امکانات مدرن بر از یا بیاید. وقتی که مهاجر میآید کجا برود؟ در کابل و گنجایش نیست که مثلا در کابل یا مزار یا ولایت کلان باش، مجبور به دی و قریه خو میره. اوجا که میره ساحه هنوزم متاسفانه قرمز است، یعنی سفید نشده. درست. تا حال ما او شرایط مساعد نتونستیم بسازیم که برای برگشت مهاجرین به شکل دوامدار شرایط مساعد باشه. خب اگر یک کمپ موقتی را در ترخم یا اسپین بولدک ساخته یا در مثلا در اسلام قلعه ساخته کفایت نمیکنه. یک کسی از شهر اسلام آباد یا کراچی یا تهران یا یک شهر کلان دیگه ای که تمام سهولت ها در اوجه است، او را میاری در یک جایی که مثلا یک بیابانه که اونجا آب صحی نیست، اونجا کلینیک نیست، اونجا امکانات رهایشی نیست، یک خیمه باشد و یک فرش
مگم انسان نیست، آرزو نداره چی نداره. یعنی اگر ما با مشکلات واقعی حقیقی تحلیل نکنیم، تجزیه نکنیم، بررسی نکنیم، برعکس باید ما کار کنیم. امارت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی بگه درست است، اگر در پاکستان و ایران مهاجرین کمک نمیکنن، شرایط مساعد نیست، در افغانستان شرایط مساعد است برای انتقال مهاجرین. ما در 34 ولایت زمین برای رهایش در نظر گرفتیم. اوجا آب آشامیدنی، سرک، مکتب، کلینیک ساخته شود. برق از حالا خاصان است، قابل بحث نیست. مثلا یک نقطه زور سولر بسازه و برق برای انتقال بده. ما از این فشار باید خود خلاص کنیم. این استرس است بر ما که تحمیل کرده و این را باعث یک حال فشار استفاده میکنه. بسیار تشکر. فکر میکنین وقتی که خانم زهرا بلوچ میگه که تعلیقی در کار نیست، این پشت پا کردن یا پشت پا زدن به تعهد پاکستان برای سازمان‌های بین‌المللی که در حمایت است مهاجران کار میکنن نیست؟ خب بس از واسوارا گفتن نمیتونیم که شما صحبت نکنن و حقشان است، باید هم بگن به خاطر منافع خودشان و به اصطلاح یا در حالی که تعهد کرده بودن در 20 روز قبل. ما اگر میگیم بحث اخلاقی کاملا پاکستان و بحث با ما نمیکنن، بحث اخلاقی رو میگم ما خود مشکل. پاکستان 220 میلیون جمعیت دارد، 2 میلیون نهایتش مبالغه میشه که بگن 4 میلیون یا 6 میلیون، شاید 2 میلیون مهاجر در اونجا باشه. 2 میلیون مهاجری که سرمایه خود در اونجا انتقال دادد، شاغل است، مصروف است، بالای دوش دولت کار نمی کند، در مکتب میره فیس میده، در پانتون فیس میده، در شفاخانه فیس میده. یعنی چه بار سنگین بر دوش پاکستان است که مثلا به شکل مجانی کدام چیز خدمات برش ارائه کرده. خو یک بحث دیگه ای که متاسفانه است که مثلا بحث پاسپورت و ویزا. ما دو بخش داریم. اگر اینا از نگاه اتباع خارجی است، قانون اتباع خارجی است که هر مملکت اتباع خارجی رو گرفت با اصول، با قانون، با مقررات قبول شده قوانین بین المللی دیپورتش میکنه با عزت، نه مثلا که توهین کو تحقیر کو. و اگر اینا بحث افغانستان در پشتونستان و بلوچستان بحث دو تا برادر است، یک برادر در این طرف مانده، یک برادر در اون طرف مانده از ظلم انگلیس. بعد امروز این برادر خانه برادر دیگه خب میره از خانه برادرش میکشه، با بی‌عزتی و بی‌حرمتی میکشدش، روان میکنه افغانستان. باید این اخلاقا پاکستان مراعات باید بکنه، چرا که این یک پدیده تحمیلی بوده و بس ازی که مثلا 45 سال جنگ تیر شده و ما ناگزیری ما را به این کشانده که امروز به خاطر تداوی پاکستان میریم، به خاطر سفر به پاکستان میریم، یا بعض مشکلات را ما به خاطر پاکستان نمیگم که مثلا عذر کنیم، زاری بکنیم، حق داریم بالای همسایه از نگاه قوانین که ما داریم. پاکستان تجارتش با آسیای میانه از طریق افغانستان میشه، اما تجارت ما از طریق بندر کراچی با صد مشکل مواجه است. بسیار تشکر. سادات صاحب برمیگردیم. آقای بهاند، گزارشی که ما داریم حداقل نشان میده که کسانی که ویزا دارند، کسایی که اسناد مهاجرت دارند و حتی کسانی که از وزارت داخله پاکستان شماره توکن برش میگن یا همون توکن نمبری که در واقع بسیار اونجا برجسته است، حتی با اون نوع مهاجران برخورد به اندازه خشن صورت میگیره. فکر میکنین که هیچ راه حل برای برگرداندن چنین برخورده در قبال مهاجران افغان در اسلام آباد و شهرهای دیگر وجود ندارد؟ نخواهیم مهمترین بحث امروز اونا زیاد پورتای ایسیسی را توضیح کردن، از پورتای آن را توضیح کردن، امرداد اینا حتی خود خود نکنن، اونا که نکنن. ولی فکر کنم باش ما گفتیم که انسان نیست مشتری علوم سربون مملکت و برجه و انتخابه دیگه وقتی از اونا سوی تفاهم وجود دارد. اونا از اول فکر که میکنش بشن چون توضیح بکنیم و طرف دیگه اونجا را قد بازدار کنیم و قد باید رسیم میکنش یک چالش است
و من فکر من بازم میکنم فکر چیز یک چیز باید بدون از مهاجرین افغان هستند در حدود مهاجرین از هندوستان همینجا هستند اما اونها بر خود نمیگیره اما سرد یا برنامهش که باید افغان دارن افغانان را میخواهد ترکیب بکنن تموم بکنن تحقیر بکنن زجر این که بکنی از طفل 4 ساله در دست پایش قانونان منشأ باشه فکر کنید که در کدام کشور چیزی کرد بسیار تشکر کشور همسایه مسلمان بسیار تشکر آقای بهان. امین مورد را که شما یاد کردین در کارت های اقامتی مهاجران ثبت شده افغانستان یا امو نو کارتی که میگن POR تا 30 جون سال 2025 تمدید شده. به اساس همین قانون هیچ نهاد حتی پلیس اجازه نداره که کسانی که با کارت POR در واقع نزدشان می باشه هیچ مزاحمتی باید ایجاد نشه از سوی پاکستان. در کنار از او آخرین در واقع آماری را که ما داریم مقامات پاکستانی گفتند که حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنند. با در کنار از این که شما گفتین که با مهاجران قانونی برخورد در واقع بسیار ناشایست صورت میگیره، با مهاجرانی که غیر قانونی هستند که 1.7 میلیون مهاجر افغان از سوی مقامات پاکستانی آمار داده شده، تا چه حد زندگی برای این مهاجران دشوارتر شده؟ زندگی تو حال دشوار است که گفتم که بعد از قانون شاه درستی مردم تجاوزات میترسن مبادا آخر ویزه که در دست من مبادا که ویزه مرا گیرم درست است حتی این بابا ندارم اما وقت موقع هستن که در پاکستان شنیزیست هست کسانی هم گرفتار میکنن بشد که ویزه قانونی برقرار داره و اون پوله اونا بازداشت میشن و باید شب دستان میشن و بطور چیکار یک پوله یک طرف مسئله چالش این است که باید که قدر که ویزه من داشته باشد من داشتم که باید دارم میشه این خودش یه است ما شاید این چنین فرمولای رو هستم که خانواده ما میشتونتون که در پارکاش را درست کنی کردن چقدر ویزه نداشتن مجبور شدن در پارکاش را درست کنی فکر کن تا این یاد جواز شد میگیره با مردم افغانستان درست بسیار خوب و ایش کشور بود که اول به کشور خود ما که امارت اسلامی افغانستان بددار از این مردم هست روی تعهدات حکومت میپردازیم و اقدامات حکومت، ولی شما گفته میتونین که از شهرهای بزرگ پاکستان بخصوص اسلام آباد، کراچی و شهرهای دیگر پاکستان در کدام شهر بسیار جدیتر برخورد میشه و حداقل در کدام شهرها تا حد ساده‌تر نگاه میشه به قوانین مهاجرت؟ در جواب سوال شما بردم که بیشتر مثلا در کل جمعیت های صورت میگیرد در قانونی شهرها اما بیشتر در شهر دیرهی به پلازمت اسلام آباد که کراچی که آمده شد به لاهور که خیبر پختونخوا که در دیدی اما هم باید بگویم که کلو و توصیبو که امولاتون کسی که کجا هم عملیات پیدی و در باید وقت پاکستان حکومت قد یقرون کلیت عملیات پیلیگی کمیسو تایی و باهنه کنیدی کمیس در نقل کنیدی کمیس تایی و فرصت برای بجیتوی وان کدوال وزاروی اولادان کدوال او پیسید. بسیار تشکر، بسیار ممنون. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه است. آقای سادات، خانم منزه کاکر وکیل مدافع افغانان
افغانان مهاجر در پاکستان روز گذشته گفت که از ماه جولای یعنی همین ماه میلادی که امروز 13 است تا اکنون 2000 افغان به شمول زنان و کودکان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به خصوص در کراچی و سند بازداشت شده. در حدود 13 روز 2000 مهاجر افغان دستگیر شده. اهرم‌های فشاری که حکومت سرپرست افغانستان برای برگرداندن چنین تصمیمی به پاکستان میتونه داشته باشه کدام هاست؟ خب البته متاسفانه امارت اسلامی بسیار در این رابطه یعنی برخورد جدی نکردن که بر پاکستان بفهمانند و این بحث یک اندازه بین المللی بسازه، به خاطر از که نماینده سازمان ملل متحد میاین در افغانستان صحبت که میشد، به خاطر امارت اسلامی یعنی خودم میگه توانا نشان میده که ما تمام خدمات از طریق اردو و پلیس و مردم افغانستان به جای رساندیم که مثلا ما خدمات ارائه میکنیم، در حالی که ما امکانات نداریم. با کدام امکانات؟ ما سیل زده ها را به اصطلاح حمایت بکنیم، ما زلزله زده ها را حمایت بکنیم، ما مهاجرین حمایت بکنیم، ما مردم فقیری که در افغانستان در طول جنگ در زیر خط فقر زندگی میکنه این را حمایت بکنیم. ما اعتراف بکنیم که ما توانایی نداریم. سازمان‌های بین المللی میلیاردها پول در این عرصه دارد، برای مهاجر پول دارد. سازمان ملل متحد برای می مردمی که آفات طبیعی سر از او میاید بر از او امکانات در نظر میگیرد داشته باشد. بگوید که ما گدام‌های استراتژیک در زونای خوب تهیه بکنیم، ترتیب و تنظیم بکنیم. ما وقتی که عودت مهاجرین اگر بر از اون میگه 500 میلیون دلار پول داده، 500 میلیون دلار برای انتقال 5 میلیون مهاجر چی است؟ یعنی یک پول ناچیزی است. حداقل با جامعه جهانی تفاهم صورت بگیره. ما بخشایی که در وزارت خارجه یک ریاست مستقل بر از او در نظر بگیرد که در تفاهم باشه با مراجع بین المللی که هر روز اگر نه هفته یک بار دو بار شرایط با وزیر عودت مهاجرین مساعد بکنه که خارجی ها با وزیر عودت مهاجرین ببینه و اینا پروپوزالای آماده داشته باشند که در کدام ولایت در کدام شهرک مهاجرین ما با چه نیاز داریم. یعنی شرکات توسعه پیدا بکنن و مشکلات ما را بجای از که ما التماس بکنیم. پاکستان خب در راستی بعض جایی هست که مثلا مهاجر افغان در سند است، در پنجاب است، در جایی است که اوجا جایی شهرهایی است که باز نگاه قوانین یا مثلا مشکلات دارن خودشان. پاکستان کشور فدرالی است، امو روش برخورد که در صوبه سرحد است، امو روش که در صوبه بلوچستان است، امو روش که در صوبه سند است، در صوبه پنجاب نیست. چرا که پنجابی ها خودشان هم برخوردشان، زبانشان، گفتار و رفتارشان متفاوت است و افغانان متاسفانه یک رهبری قوی نه در پاکستان سفارت به او شکل فعالیت درست داره که یا آگاهی عامه را برشان بده، شرایط برشان نشان بده، موقعیت ها را برشان نشان بده، شماره‌های خاص برشان بده که مثلا اگر با مشکل مواجه شدی این شماره است، در این شماره ارتباط بگیرین. یا مراجع بین المللی واقعا یک کار لازمه باید بکنه، حداقل سهولت ها را ایجاد بکنه که اگر احیانا شما در این مسیرها با این مشکلات مواجه شدین با این آدرس ها در تماس شدین. فقط متاسفانه وقت کشی است. درست آقای سادات، شما کارکردهای وزارت حکومت افغانستان را گفتین در قبال پاکستان و آیا وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان اون گام هایی که باید می برداشت برای سهولت برای مهاجران افغان در پاکستان، آیا اون گام ها را در نزدیک به 3 سال گذشته برداشته؟ ما او امکانات نداریم. متاسفانه نه عودت مهاجرین داره نه امارت اسلامی داره. مثلا در پاکستان در هر نقطه پاکستان وقتی که مهاجر است ما در هر جای به خدمات نیاز داریم که حداقل کنسولگری پیشاور با کدام اندازه کار بکنه. یک سفارت است در یک مملکت 10 نفر پرسونل دارد،
اگر اتباع افغانستان در اونجا 1000 نفر باشد، 10 نفر برای 1000 نفر کفایت میکنه. اما همون سفارت را که ما در کشورهای دیگه داریم، همون تشکیل ما در پاکستان هم شاید داشته باشیم که ما باید 10 برابر سفارت پاکستان حداقل، اگر 1000 نفر مبالغه میشه، حداقل 300-400 نفر پرسنل داشته باشیم که او تمام روز به شکل سیار و ثابت کار بکنه تا ما با پاکستان مواجه نشیم. ولی در سطح کلانتر هدف ما همون بحث لابیگری و گفتگو بود. منظور معمیال اجازه بدین، وقتی که ما میگم یک ارتشه داریم، ما ارتشه تعلیم تربیه، ارتشه ماجد، ارتشه بعض اداراتی که ما داریم، ارتشه های نظامی. خب ما در پاکستان هم شاید 1 یا 2 تا ارتشه یا قنصلی داشته باشیم یا سفارت. در حالی که اوجا ما باید در وقتی که بحث 2 میلیون مهاجر میشد، 4 میلیون شاید مبالغه باشد، اگر بحث 2 میلیون یعنی 20 لک نفر، برای خدمات 20 لک نفر باید ما چقدر پرسنل داشته باشیم. ما یک فیلم دیدم که در تهران در کوچه های خانه های مردم هم صفای طولانی کشیده بودن برای تمدید ویزا و بعضی جا. در پاکستان عین مشکلات است. ما باید این فکر وسیع را در ذهن خود، خدمات که مثلا در کجا چقدر نیاز است، هیچ اگر بحث وزارت خارجه است 50 نفر بیشتر استخدام بکنه، اجیر استخدام همکار استخدام بکنه. یعنی ما اگر بتونیم مشکلات ما خود ما رفع بکنیم و شرایط مساعد بسازیم، سازمان‌های بین المللی متقاعد بسازیم، تبلیغات مثبت بکنیم که افغانستان امنیت است، شرایط بهتر شده، مجامع بین المللی هیچ حاجت جبر و زور نداره. هر کس که میرد ما همین خدمات از سند، از پنجاب، از کراچی، از پشاور مساعد میکنیم تا کابل شما را برسانه. بسیار خوب. همین گام هایی که شما گفتین آقای سادات، فکر میکنین 3 سال کافی نبود؟ 3 سال کاملا وقت کافی است. یعنی باید امارت اسلامی در طول 3 سال کار را میکرد که حداقل ما امروز با شکل مهاجر ما توهین نشود. مریض در حالت است که در حالت نزع، در حالت مرگ است، در دروازه ترخم باش برخورد میشه که مثلا او را اگر امید بر زندگی هم داره او را ناامید میسازه. یا مثلا یک کس از خارج می از طریق پاکستان او را با بی‌عزتی و بی‌حرمتی به خاک افغانستان داخل میشه. یعنی ما باید مسائل دیپلماسی خود باید در قبال پاکستان، در قبال ایران، در قبال جهان باید واضح بسازیم. ما یک استراتژی ملی داشته باشیم. ما استراتژی انتقال مهاجرین نداشته باشیم. یک گپ پیشنهاد میکنم در ذهن ما بود که باید در ابتدا میگفتم که امارت اسلامی در افغانستان حاکم است. 34 ولایت و 400 تقریبا ولسوالی میشه، حاکمیت داره. دمی چند 100 و چند هزار قریه و قصبه هم حاکمیت داره. بهترین فرصت، خوبترین فرصت، مناسبترین فرصت است که عاجل اقدام بکنه برای احیای نفوس افغانستان. تا این مبالغه ای که امروز در سطح جهان وجود داره، پاکستان میگه 5 میلیون مهاجر در پاکستان است، ایران میگه 5 میلیون مهاجر در ایران است، 1 میلیون هم دیگه در کشورهای دیگه میشه 11 میلیون. ما در مجموع اگر 40 میلیون نفوس داشته باشیم میشه 29 میلیون. ما برای 29 میلیون در این اراضی کلان با این منابع ملی و بین المللی ما چرا 80% زیر خط فقر داریم؟ مردم ما 70 یا 80% چرا زیر خط فقر باشه در داخل افغانستان؟ و امارت اسلامی هم ادعا دارد که ما موفق هستیم. خب ما نیاز دیگه نداریم. وقتی که امنیت تامین است، شرایط بهتر است، معادن استخراج میشه، منابع و مراجع بین المللی کمک میکنه، 11 میلیون نفر هم در بیرون است، ما برای 29 میلیون مردم چرا خدمات ارائه کرده نمیتونیم و رضایت مردم حاصل کنیم؟ بسیار تشکر، سپاسگزار هستیم. آقای بهان، با توجه به چالش‌های کلانی که در شرایط مختلف پاکستان وجود داره و شما قبلا یاد کردین، فکر میکنین که مناسب ترین راه حلی که چی هرم فشار داخلی باشه، هرم فشار حکومت بالای پاکستان، و یا هم اهرم‌های فشار دیگری که افغانستان را کمک بکنه یا مهاجران افغان کمک بکنه تا این چالش ها حداقل اگر به صفر نه کاهش پیدا بکنه، چیست؟ تشکر. به نظر من هیچ راه حلی نداره، داشت، چون که مردم افغانستان 20 سال گذشته تجربه کردن. سر
آقای رئیس جمهور یک دو بار به پاکستان برداشت. همین رقم آقای اشرف غنی هم چندین سفر به پاکستان داشت. این معضل حل نشد، این مشکل حل نشد. من بازم تاکید میکنم که تا زمانی که پاکستان در سیاست تغییر نداره، خپل سیاست تغییر کنه، رنگون کنیم و پاکستان که افغانستان خلق که در پاکستان بودیم که نور هم نور مسئول لکه څنګه چې تاسو ته وکړه دا پرال د مستقبل کې د حکومت نه چې هغه یم نو مالیات که سوی پلیس پاکستان در ماه نوامبر آغاز بعد پنج واقع اختلاف چین یعنی خودم در اطلاعات برسر شد خود چی بود؟ بلند منزل خود بله ما شاهد چنین در واقع وقایع بودیم در پاکستان در گذشته متاسفانه، ولی پرسش اساسی است که آیا مهاجران افغان بدون شک کمیته های مختلف شکل گرفته در پاکستان از میان مهاجران افغان تا بتوانند خودشان به گونه مستقل با کشورها و سازمان هایی که میتونه فشار وارد بکنه بالای حکومت پاکستان برای برگرداندن چنین تصمیم های و اقدامات شکل گرفته، آیا شما در جریان هستید که با کدام کشورها و با کدام نهادهای بین المللی بدون کمیشنری در امور پناهندگان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با کدام نهادهای قدرتمند دیگر این کمیته ها در واقع در تماس هستند و چرا تاثیر نداشته؟ من همین سوال رو میخواستم تا آخر باز میکنم که پاکستان گوش شنوا نداره که از طرف ایرانی جامعه یاد گرفته من جای نمیدونی بگم حیات بینید اونو قصد نگوز و ندار اونو بیتر فقط که مثلا گفتم داد زیاد میکنه حتی شورای زیاد باز هم حتی بچه دریافته امریکا تا زمانی که اینو اراده بس تغییر نداره اراده این حالت تشکر. بسیار سپاسگزار هستیم، ممنونتان. برمیگردیم حتما در مورد پرسش اخیر و راه حل. سادات صاحب، به عنوان پرسش اخیر از شما، افغانستان همواره، حکومت افغانستان همواره گفته که کشورهای قدرتمند با حکومت سرپرست رابطه بسیار خوب داره و یکی از اون کشورها را ایالات متحده آمریکا گفتن. آیا آمریکا میتونه فشار وارد بکنه بالای پاکستان تا در واقع اون برخورد که پاکستان و حکومت پاکستان با مهاجران داره تا حد کمتر شود و راحت‌تر شوند مهاجران افغان؟ حقیقت بگم شاید فشار از طرف پاکستان مستقیم نباشه، فشار از طریق امریکا باشه. امریکا یا بازی‌های چند بودی دارد. یک بودی از بازی‌هاشون همی است. افغانستان مگه طرحگری و نمیفهم فلان بسمدان به اونجا باز با فوج پاکستان میای سرحدات افغانستان میبینن کجا هست و چی هست و چه کار میکنه. امریکا خودش برای فکر منافع خود است، نه در فکر منافع موضوع نیست که احرام فشار بیاره به خاطر افغانا پاکستان ناراحت بسازه یا بعض موضوعات. وجود در پاکستان خودش منافع داره و با تعریف منافع داره. هیچ وقت نخواسته نمیخواد، حتی در امریکا نمیخواد که مثلا نمی بحثی که فعلا حکومت ترامپ و حکومت جو بایدن داره در رابطه با بحث مهاجرین نمیتونن که جلوگیری بکنن. یعنی او چیزایی که آمریکا استراتژیش ایجاب میکند که از مهاجر افغانی که به سود آمریکا است به حیث نیروی کار استفاده میکنه، اونا را جمع میکنن، برده میرن و برده
و اونا رو که میفهمند که در اینجا در پاکستان از باعث عالی فشار برای سیاسیون خودشان او را باعث عالی فشار در اوجا اگر زحمت از تکلیف از رنج است باشد مشکل نیست میگه باشد. در افغانستان بحث حقوق بشر، بحث حقوق اطفال، بحث زنا مطرح است که چرا یا درس نمیخوانه. اما در اندونزیا و مالزیا مردم افغانستان 12 سال میشه که اونمونجا بی سرنوشت مانده، نه ملل متحد نه آمریکا نه هیچ کسی نمیرن بازخواستش بکنه که اینا 12 سال یک اتباع خارجی که نه حق سکونت دارد، نه حق رای دارد، نه حق تعلیم و تحصیل دارد، نه از حقوق انسانی بهره‌مند میشه. اینی بی سرنوشت مردم چی افتاده. مثل از او کسایی که اسناد خانه‌پوری کرده در پاکستان، کس 10 سال، کس 5 سال، کس 2 سال، کس 3 سال میشه که بی سرنوشت مانده، اصلا نه اوجا بحث مکتب رفتن است که مکتب برود، نه جای مقیم دارد، نه بحث پانتون است، نه بحث حقوق بشر است، نه بحث ارزش‌های انسانی. پس با این خاطر آمریکایی یا هر کشور دیگه عاشق چشم ابروی موضوع نیست. به خاطر موضوع هیچ کشور را هم کس خفه نمیکنه. ما باید درد خود ما را خود ما درمان بکنیم، زخم خود ما را خود ما مرهم بکنیم و مشکلات خود ما را خود ما برش راه حل پیدا بکنیم. هیچ کس نمیکنه. بسیار تشکر از حضور هر دو مهمان سپاسگزار هستیم و سپاسگزار شما بینندگانی که برنامه را دنبال کردید. شب بخیر، خدا نگهدار.